شبی از شبها بعد از نصف شب، ساعتهای 1:30 بعد از نصف شب، حضرت امیرالمومنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه از خواب بیدار شدند. حاکم مسئول از خواب بیدار شدند، خواب شیرین کنار گذاشتن. بلند شد، آمد بیرون، کوچه به کوچه مدینه داره تفقد میکنه، خودش تنها که شاید مشکلی در کوچه های مدینه باشه، دزدی، غارتگری، کسی دنبال ناموس مردم باشه، راهزنی. داخل مدینه که کوچه ها رو تفقد کرد کسی رو ندید. گفت یه سری به بیرون مدینه برم، اطراف مدینه، خارج از شهر نگاه بکنم اطراف چه خبره. وقتی رفت به گوشه مدینه دید که در اون فاصله خارج از شهر یک چراغی، یک شعله‌ای نمایانه. سریع دوید به طرف همون آتشی که روشن بود در اطراف و حوالی مدینه. وقتی رسید به اونجا که یک زنی نشسته و 2-3 تا بچه نشسته، یک دیگی روی آتش، آبی داخله و مقدار سنگی داخل اونه، داره به هم میزنه. بچه ها گرسنه‌شونه، چیزی نیست که بخوره. مادر اونها رو سرگرم میکنه که خواب بیفتن و مطالبه به غذا نکنن. سوال کرد از مادر چرا اینها گریه میکنن؟ گفت چیزی نیست که بخورن، گرسنه هستن. و این جمله رو گفت. عمر خودش خوابیده کیف میکنه، خبر نداره که رعیتش چقدر گشنه هستن، در کناره و بیخ گوش عمر به لرزه افتاد، تن به آشنایی نداد رضی الله عنه. نگفت من عمرم. دوید رفت به طرف انبار بیت المال، مسئول رو بیدار کرد. گفت گونه آردی کجاست؟ گذاشت رو کولش. اون کسی که همراهش بود گفت امیرالمومنین این گونه آردی بده تا من رو کولم بذارم، تو امیرالمومنین هستی، تو خلیفه وقت مسلمان ها هستی، بذار من رو کولم بذارم. یه نگاهی تندی به اون مسئول بیت المال کرد، این جمله رو بهش گفت فردای قیامت گناه عمر رو به کولت میکشی، برو کنار. من سبب شدم که اینها گریه بکنن، در بیخ گوشم. مادر با 4 تکه سنگ تو آب بندازه بچه‌شو خواب بکنه. فردای قیامت تو گناه عمر و وزر عمر رو به کول میکشی. ساکت شد، دیگه باش صحبت نکرد. تا رسیدن اونجا سریع آرد و خمیر کرد، چانه گرفت، نان درست کرد، دهان بچه ها کرد لقمه. خودش گفت حالا بسه. اون زن گفت حالا بسه، ولشون کن. گفت نه، همینطوری که گریهشون دیدم میخوام خندهشون رو ببینم. من سبب گریهشون شدم دیگه. همینطور که گریهشون دیدم من میخوام خندهشون ببینم. وقتی بچه ها رو به خنده انداخت، میدونی اون پیرزن چه گفت؟ گفت کاشکی تو مادرم به جای عمر خلیفه ما بودی، کاشکی امیرالمومنین تو بودی نه عمر که خوابیده خبر از ما نداره، کاشکی تو بودی. عمر سرش انداخت پایین. خودشه. الگو رو باید از کجا بگیریم؟ علمای ما باید چطوری باشن؟ مسئولین ما باید چطوری باشن؟ تا مردم ما چطوری باشن؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر 2 صنف در مردم خوب شدن همه مردم خوب میشن، یکی علما و یکی امرا و حکام. العلماء والامرا، العلماء والامرا.
علمای امت من اگه خوب شدن مردم خوب میشن و امرا و حکام امت من اگه خوب شدن مردم خوب